قدیم و عدیمه که اول صبح عید شروع میشه از اون بزرگا دیگه. ما هم میته نوی خود شروع کردیم دیدن بازدید بزرگا. امید که همیشه وقت ما شما اما روزای ما شما عید باشه، خوب و خوشحال و سربلند باشیم. عید میامد یک هفته جلوتر از این، خیلی شوق و ذوق بود که یعنی لباسا آماده بشه، بعضی وقتا لباسا آماده نمیشد. به خدا عید که بسیار یک عید خوب خوش در سایه امنیت و همه چیز انشالله با آرامش. همیشه کوشش میبینه که از تولیدات داخلی افغانستان و وطن رو خود ما استفاده کنیم. هیچ نوع فرش خارجی به خونه ما نیه. متوجه شدیم اینا هم دستبافت وطنیه. مثلا به نام یاد خدای مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان عزیز و همیشگی چینل یوتیوب اسفندیار نیکزاد. عید شما مبارک، طاعات و عبادات قبول. خوشحالیم که باز هم در خدمت شما عزیزانی که همیشه وقت در کنار ما بودین هستین. روزهای عید خواستیم که شما عزیزانی که دور از وطن هستین با همکار عزیز ما جناب آقای امینی عزیز خاطرات شما را از روزهای عید در شهر هرات زیبا و در کل در افغانستان تازه بکنیم. بریم این رسم دید و بازدید و این فرهنگ بسیار دیرینه و خیلی خوبی که در روزهای عید برقراره و مردم میرن برای دید و بازدید از دوستان و عزیزان را زنده کنیم و خاطرات شما عزیزان هم از سفره‌های عید در شهر هرات تازه بشه. امینی صاحب عزیز اگر کدام حرفی داشته باشین. شما خب حرفا شما گفتیم، انشالله همراه ما باشه. ما به خانه‌های زیاد سر میزنیم، گفتنی‌های زیاد داریم، بیننده برنامه باشه. مطمئناً من مطمئن هستم که لحظه لحظه برنامه برای شما عزیزان خوشایند خواهد بود، خصوصا کسایی که بیرون از افغانستان هستیم. شما فکر کنم باید رانندگی کنیم، درست آقای نیکزاد؟ بریم خود شما که راه خیلی زیاده در پیش داریم. سلام سلام سلام. عید مبارک. خوبه؟ سلامتی؟ خدا عبادات کنه. سلام سلام. انشالله بخیر. صدمن هستم. ولی عید شما مبارک. عید هست و دید بازدید هست و ما هم امروز آمادیم به خانه فراد جان نظری، تاجر فعال، جوان فعال و موفق و خیلی خوشحال هستم که امروز در خدمت شما هستیم. همچنان جناب آقای نیکزاد عزیزم با ما هستن و فراد جان عزیز از عید بگیم چگونه آغاز کردین؟ سلام خدمت شما بینندگان شما، سلام خدمت تمام بینندگان شبکه شما. شکر فضل خدا عید به خوبی و خوشی آغاز کنیم. سلامت باشین. و من دیدم که شما بالاخره چند دقیقه پیش هم اومدین خانه. مطمئناً روزهای عید مخصوصا باز روز اول یک فرهنگی که بین ما مردم هرات و در کل افغانستان هست، کوشش میکنیم بریم اول به سراغ عزیزایی که همون روز اول نیاز از اونا دیدن بکنیم به خانه اینا بریم. مطمئنا شما هم از صبح تا می فعلا درگیر و یا هم دید و بازدید خانه ها بودین دیگه. زنده و سلامت باشیم دیگه. از اون قدیم و عدیمه که اول صبح عید شروع میشه از اون بزرگا دیگه. ما هم میته نوی خود شروع کردیم دیدن بازدید بزرگا دیگه. تا این لحظه که من بیرون بودیم که آمدیم خدمت شما. قربان شما، سلامت باشیم. افتخار بخشیدیم. فراد جان عزیز، خدای تفلکای نازنین شما مست. من فکر میکنم آقای امینی در کل همین عید یک شور و شوق خاصی مخصوصا برای اطفال داره. حالا بزرگا که میرن برای دید و بازدید، اما اطفال دیگه اون شور و شوق لباسانه و کلا عیدی گرفتن و اینا رو بیشتر داره. بله
بیشتر عیدم از طفلای دقیقاً خوشی از اونایه، خوشی اونایه که برای همگی میدم. دقیقاً همون خوشی از اونایه که بزرگا هم خوشحال‌تر میشن. خوشحال‌تر. انشالله که همی شور و اشتیاق همیشه باشه و خدا را شکر ما میبینیم در بین بزرگسالا هم میبینیم، در بین اطفال نازنین هم میبینیم و همین دید و بازدیدا چقدر لذت بخشه. درسته؟ خیلی از خانواده آدم نمیره، بعد دید که میشه فرصت خیلی خوبه میبینیم باید بره، چقدر خوشاینده. درسته؟ بیشتر فرصتیه که برای دید و بازدید، برای دیدن، برای ملاقات هم دیگر. همین عید یک نمونه، یک چی میشه که از همه چی دید و بازدید بکنیم، از دوست، از رفیق، از قوم، از بزرگ، از همه چی. دقیقاً تفلک شما کم اذیت میکنه، بالاخره تجربه اول از اونه و کم بازیگوشی داره. شوخه است، خوب تبدیل شوخه. نام چیه؟ نام از اینا صفا جانه. صفا جان. نام خدا حفظ کنه. نام از مروه جانه. مروه جان. مروه و صفا چه نامهای زیبایی. خیلی عالی، خدا هم حفظ کنه اینا. صفا جان خوبی؟ صفا جان خدا من حفظ کنه. خیلی هم آموخته هم خود شما، عادت کردم دیگه همیشه. خیلی خوبه. انشالله که خوب و خوش باشین. فراد جان عزیز، ما هم چون بالاخره روز عیده، درسته آقای امینی؟ بله واقعا. و باید ما هم خاطر زنده نگه داشتن این فرهنگ دیرینه و این فرهنگ خیلی خوب دید و بازدید و مخصوصا برای عزیزایی که دور از وطن هستن و یاد خاطرات وطن رو تازه نگه داریم، خانه‌های زیاده بریم. می‌خوایم پیام عیدی فراد جان رو داشته باشیم همچنان. ما عید برای تمام ملت افغانستان، برای مردم مسلمان کل دنیا تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشالله که همیشه عید داشته باشیم. قربان شما. سلامت باشین. بخیر باشین. سلامت باشین. بیننده‌های عزیز و گرامی، خوش آمدین به ادامه سلسله برنامه‌های عیدانه ما در عید سعید فطر. آمدیم به خانه جناب آقای نظیر احمد کامگار، یکی از جوانای خوشنام و خوشبرخورد شهر ما. عید برای دید و بازدید، برای دیدن و بالاخره لحظات نشستن با دوستا و عزیزایی است که شاید در طول ماه‌ها و روزها نتونیم یکدیگر رو ببینیم. همین عید بهانه و این سفره‌های رنگینی که پهنه است برای پذیرایی از عزیزان و دوستانی است که میآیند در ایام عید برای دید و بازدید. خسته نباشین کامگار صاحب. سلام، عید شما مبارک. سلامت باشین، با عزت باشین، خیلی خوش آمدین. عید شما مبارک، عید هم دوستا و همکارا شما مبارک، عید هموطنان عزیز ما مبارک. امیدوارم که ایام عید را به خوبی و خوشی سپری کنند، طاعات و عباداتشان قبول درگاه حق تعالی باشه ان شاء الله. قربان شما جناب آقای کامگار عزیز و واقعا خیلی زیباست. یعنی بخیرین باشه. دقیقه‌ای که با خانه آقای کامگار نشستیم، دوستا و عزیزای زیادی آمدن. چگونه واقعا چیز خوبی داره وقتی این همه اشتیاق است، این همه سعی تلاش میشه که بریم به خانه اقارب. دقیقاً همین رقم هست. حقیقتاً یکی از ویژگی های بسیار ارزشمند عید به ما مسلمان ها، بعد از اینکه طاعات و عبادات ارزشمند در ماه متبرک رمضان، بخصوص هم در عید کوچک و هم در عید بزرگ، ویژگی بزرگتر از اینه که دید و بازدید و صله رحم به جا میشه. میرن از دوستا و عزیزا و خانواده هایی که شاید ماهای ما اونا رو ندیده باشین و عید بهانه بسیار خوبی هست که انشالله برین هم صله رحم به جا بشه و هم دیدار تازه بکنین با دوستا و رفقا و اعضای خانواده خوب. سلامت باشیم، زنده باشیم. همین 3 روز عید فرصتیه هر دوست و عزیزی که ما به طول یک سال ندیدیم باشین بریم ببینیم. به همین خاطر تلاش میشه که همین 3 روز عید تمام نشه، گرچه در همه ماه و روزهای سال که وقت داریم باید ببینیم، اما
این روز عید دیگه ویژگی بسیار ارزشمند روزهایی است که رخصتی هم هست، فرصت بسیار خوبی هم هست، همه شادن، لخت رابسان برجستای و انشالله که یک صلح و آرامش دائمی خداوند نصیب ما و شما بکنه تا بتونین روابط خود بیشتر تامین بکنین، جوانا با هم نزدیک باشن، امو به معنای واقعی اتصام به عبدالله باشه، امو اتفاق و اتحاد و همدلی و برادری خور انشالله تقویت بدین و عید بهانه بسیار خوبه برای ما، به خصوص برای ما جوانا که امو ارتباطات دوستانه خود بیشتر حفظ بکنه. انشالله که تا باشه همین دیدارها و انشالله. بازدیدها باشه و هر روز ما عید باشه مثل روزای عید خوشحال انشالله باشیم. انشالله سلامت باشیم. زنده تشکر. باشین. اگر کدام حرف صحبت پیام عید مبارک داشته باشیم در خدمت شما هستیم. سلامت باشین، با عزت باشین. باز هم مجددا عید ایام شریف رمضان برای همه مسلمانان جهان به خصوص به ملت مسلمان افغانستان تبریک و مبارکباد عرض میکنم. امیدوارم که ایام عید را به خوبی و خوشی انشالله سپری بکنن و این عید بانه بشه برای صلح و آرامش و همدلی و برادری بیشتر در کشور عزیز ما افغانستان. تشکر. سلامت باشین. خیلی خوش اومدین. صفا آوردین. سلامت باشین. ایام مبارک عید هست و ما هم سعی میکنیم در این برنامه به خانواده های سر بزنیم، با شخصیت ها بشینیم و گفته شنیدی داشته باشیم، بیننده برنامه ما باشیم و مطمئنا خیلی از شما عزیزانی که خارج از افغانستان هستیم دوست داریم ببینیم این زیبایی ها، این سفره های رنگارنگ. انشالله تا آخر برنامه بیننده باشیم همچنان. جناب کلسه همچنان در خدمت جناب آقای یوسفی عزیز هستیم، تاجر موفق و خیر شهر ما. خداوند تبارک و تعالی حفظ کنه. جناب آقای یوسفی عزیز مجددا عید شما مبارک. تشکر. ما به نوبه خود عید سعید فطر به تمام مردم افغانستان تبریک میگیم، بالخصوص به شهر باستانی ایراد. انشالله که همگی ما و شما عید خوب به خوشی سپری کنیم. تشکر میکنم از شما که تشریف آوردیم به خانه ما. انشالله همیشه موفق و کامیاب باشیم. قربان شما. سلامت باشین جناب آقای یوسفی عزیز. همچنان در خدمت جناب آقای عزیزی عزیز هم هستیم، برادر فعال ما. چگونه هستیم؟ شما ایدر چگونه آغاز کردیم؟ تشکر. قربان شما. سلامت باشیم. خوش آمدیم به بیت الامون نی اول گذر جیدو. بسیار خرسندیم که در حضور شما هستیم. عید با شما و از طریق شما با تمام مسلمین جهان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امید که همیشه وقت ما شما همه روزای ما شما عید باشه، خوب و خوشحال و سربلند باشیم. پس از یک ماه که الله ذوالجلال، پس از یک ماه بندگی، تقوا و مهربانی، الله ذوالجلال امروز برای ما شما پاداش داده. پاداش یعنی پاداش روز عید داده برای ما شما. بسیار خرسند هستیم و خوشبخت هستیم که شما داریم. سلامت باشیم. شما زیبایی ها رو میبینیم، این سفره های رنگارنگ میبینیم و خیلی خوشاینده و خدا را شکر مردمان عزیز ما فکر میکنم این عید به گونه خیلی خوب استقبال کردن. چگونه آقای یوسفی عزیز؟ بازارا که اصلا روپانیه. رستیم انشالله که همیشه ما و شما بیغم باشیم و همیشه عید به خوبی و خوشی تجلیل کنیم. و بازم تشکری خاصی از شما دارم که شما لطف کردیم به خانه ما صفا آوردیم. قربان شما. از خاطرات بگیم آقای یوسفی عزیز. سلامت باشین. از خاطرات بگیم از دوران طفولیت اگر دارین، نوجوانی، حالا که الحمدلله جوانیم دیگه. والا خاطرات ما و شما چی خاطرات خاصی که من ندارم دیگه. چی بگم شده لباس شما دوخته نشده باشه، کسی قرار بوده ایدی بده ایدی نداده، به خدا شیرینی ها دیرتر خریده باشیم، به ترافیک گیر کرده باشیم. ترافیک واقعا نمی روزا بسیار ترافیک، ازدحام مردم شریف ایراد زیاده به جاده ها و اینا که میبینیم
دیگه اوت خاطره خاصی نیه که حالا شما به قول یکی از دوستان میگفت اینقدر خاطره دارم که به یاد من نمیاد از کجا شروع راستی کنم. هم ما مطمئنم بعد از برنامه کل خاطره برای گفتن دارین، چون بدون واقعا شک، همین همین عید خودی قسم سر و میباشه. سر خاطره یه. بله، بله. همین دیده بازدید بعضی وقتا میبینیم به خونه نشسته هستیم شخصیت میای به دیدن ما یا به عیدی ما که اصلا تصور نمیکردیم، اما بله، خاطره بله. زیبایه و انشالله که خداوند تبارک و تعالی ای در همیشه برای همگی خوب داشته باشه. اما آمین. قسمی که مردمان ما به گونه خیلی متفاوت استقبال کردن، همین که بازاران بله. مملو از مشتری و هموطنان ما هستی نشان میده که همه استقبال خوبی کردن. بله بله. آقای عزیزی عزیز شما بگیم از دیگه خاطرات. خاطرات که زیاده، خاطرات گفته خود شما که خاطرات زیاد آدم نمیتونه مثال از کجا شروع کنه. خاطرات همه خاطرات کودکی بود که وقتی که پیش از اینکه عید میامد یک هفته جلوتر از این خیلی شوق و ذوق بود که یعنی لباسا آماده بشه، بعضی وقتا لباسا آماده نمیشد دیگه. همینطور که میبینه خیاطی خیلی این روزا سر اینا شلوغ بود و یعنی شلوغ است مادام العمر، یعنی به وقتای عید بر سر از اینا شلوغه، یعنی سلمانیا انا مال امید برای خود ما خاطره که مثلا نرسیدی که برای حتی سلمانی بریم نه شد که بریم دیگه. عید آمد و جالب اگر دقت کرده باشیم به این شکل که هم خیاطی ها هم سلمانی ها نمیفهم چرا همون دقایق اخیر بعض از دوستان ما میرن، بله. در حالی که میشه یک هفته قبلا بالاخره بله، دو هفته قبلا اقدام کرد. یعنی عادت شده. جان بله. خیلی از سلمانا شد تا صبح اما باز قبل از عید باز بود. خب انشالله که خداوند تبارک و تعالی. گفتی شما ببخشیم که جلوی خواهش می‌کنم. صحبت شما گرفتم، همین خاطره گفتیم بعد از برنامه همه یاد میاد. بله. ما تقریبا سال 67 68 خداوند مغفرت کنه اجی آقا خدا رحمت کنه. ما لباس که جور کرده بودم انتظار داشتیم که کی خیاطی میده با لباس ها که داد باور کنید تا روز عید یعنی ما چون 20 روزه بود یا جلوتر بود و بالاخره تا بر روز عید شاید یک 20 دفعه من برفتم البری لباس وا کردم و نگاه کردم پس واسه عجایب داشتم. بسیار جالب بود. همیشه این خاطر رسیم به ذهن ما هست، اما حال دیگه جوانا خود ما همگی در مجموع شاید هم باشه که هفته دو دست رختم بالاخره جور کنم، اما او لذت و کیفیت ایده قبول کنیم شاید تا به روز تا شبوید شاید خیلی شوا شده رفتم وا کردم نگاه کردم پس وقت داشتم. خیلی ها حتی کفش اگه می‌خریدن کفش رو پیش خود از اینا از جلو رو رد نمی‌کردن، ساعت ها نگاه می‌کردن. جدی هم ما خود ما واقعا این از زیبایی های عیده. انشالله که عید به خوبی خوشی سپری کنیم. گفتنی‌ها زیاده ولی خب وقت کمه. پیام خاصی اگه داریم جناب آقای یوسفی عزیز. تشکر دیگه پیامی نداریم همی که همیشه افغانا ما انشالله بی غم و بی درد و همی آرامی صلح که به افغانستان هسته انشالله همیشه باشه پایدار. قربان شما. که ما و شما بتانیم بعد از چندین وقت راحت زندگی کنیم و دیگه انشالله موفق باشین. سلامت باشین، شما زنده باشین. انشالله که ایدر باقی دارم به خوبی خوشی سپری کنین. دوستان عزیز برنامه ما ادامه داره، همچنان بیننده برنامه ما باشین. عید زیباست، ایرات زیبایی ما زیباست و با این سلیقه های زیبایی که ایرات زیبا میشه. ما در داخل خانه جناب دکتر سیرت عزیز هستیم و شما این زیبایی ها رو میبینیم. جناب دکتر صاحب مجددا عید شما مبارک. تشکر، زنده باشیم. خیلی خوش آمدیم، قدم رو اینجا نمودیم، خوشحال شدیم که شما تشریف آوردیم اینجا. قربان شما. ما دوست دارم که خود شما قدم بزنیم جناب دکتر صاحب. وقتی بس از میمون نوازی میشه، میمون نوازی ایراتیا، یعنی ببینیم چی سلیقه خوبی به خرج دادن و چی میمون خونه وسیع اینجا ایجاد کردن تا هر کس میایه کاملا راحت. ایدر چگونه سپری میکنین جناب دکتر صاحب؟
و خدا عید که بسیار یک عید خوب خوش در سایه امنیت و همه چیز انشالله با آرامش. دیگه دوستا تشریف میارم و همینجا میشینیم و دید و بازدیدای داریم. اگرچه که ما مردم دیهات و اطرافیم، دیگه ایدا ما به دو شکل بینیم. یک شکل شهری از اینه که با مردم شهر در یک با مردم پیشتر از قریجات مردم آمده بودن. همون برنامه قدیمی هم هنوز هم هست که ما ایدی هم میدیم، مثلا برای طفلا که میای هم برای کسایی که میان و او میمانخانه ما پایین واس پایین بود که ما اینجا شیشته بودم برای میمونا شما تشریف آوردیم. اینجا آمدیم. یعنی دو بخش میمونخانه داریم. بله. بعد گفتیم قدیما خب اونجا هم میریم باز خودش. بله میریم. قدیما به این شکل بوده که هر کس به میامد یک چیز برای ادنا. بله. جناب دکتر سیرت عزیز ما اومده. از شما هم اومده. قربان شما. جالب اینجا اگر بشه تصویر بگیریم ببینیم دوستایی که دوست دارن رو نلینچه بشینن. ببین دکتر سیرت عزیز اینجا اختصاص دادن، بعد اینجا مبل گذاشتن، بعد اونجا صندلی گذاشتن، یعنی واقعا تمام موارد مد نظر گرفتن. ما از این خانه‌های زیبا زیاد داریم و از این پذیرایی‌های خیلی خوب با تمام امکانات زیاد داریم. فقط شما بیننده برنامه ما باشیم. اگر پیام و گفتنی داریم دوربین به خدمت شماست جناب دکتر سه. پیام اینه که مردم شرافتمند هرات با عزت هرات انشالله که عید خوب خوش سپری کنن و در پهلوی عقارب بسیار با آرامش زندگی داشته باشن انشالله. سلامت باشیم. همچنان بیننده برنامه ما باشیم و اما قسمی که جناب دکتر سه گفتن دکتر سه ما یک چیز دیگه هم اگر شما ببخشیم متوجه نشده باشیم، من یک سلیقه خاص ایر دارم که همیشه کوشش می‌بینه که از تولیدات داخلی افغانستان و وطن خود ما استفاده کنیم. هیچ نوع فرش خارجی به خونه ما نیه. متوجه شدیم اینا هم دستبافت وطنیه. مثلا چیزی که به داخل خانه است همه چیز، تا چیز خوردنی هم که میاریم ما از تولیدات داخلی. جناب دکتر با شما میریم میشینیم و شما گفتیم از تولیدات وطنی. فکر کنم که این صنایع دستیه، درسته؟ این صنایع دستیه بله. اینا بله ببینیم چقدر زیبا، چی ظرافت‌های مد نظر گرفتن واقعا. اگر به تصویر قشنگ بشه بگیریم خیلی لذت بخشه و وقتی آدم نگاه میکنه میوجات هم بیشتر اینا وطنیه. خب همینایی که سفره‌ها زیبا میکنه. جناب دکتر سیرت عزیز نکته خیلی خوب اشاره کردن و چی زیبا میشه که ما در سفره‌های خود از تولیدات وطنی مد نظر بگیریم. و این بخشم حالا من هر چی من برنامه رو به پایان برسونم هر طرف که نگاه میکنم زیبایی این بخشم کتاب‌های گذاشتن که میمونایی که میآین اگر علاقه‌مندی به کتاب خونی داشته باشن میتونن با خیال راحت از این کتابا بردارن و استفاده کنن و اینجا فضای کاملا آرام. انشالله که خداوند تبارک و تعالی برای همگی سعادتمندی بده تا در عید و غیر از عید همیشه موفق و کامیاب و به گونه خیلی خوب زندگی کنم. جناب دکتر سیرت عزیز یک سوال کوتاه میپرسم، حالا شما باز اگه جواب دادیم جواب بدیم انشالله. از خاطرات دوران طفولیت بگیم. خاطرات دوران طفولیت که ما واقعیتی به ولسوالی زندجان که به حساب اونجا زادگاه ما هست اونجا تولد شدیم تا سن تقریبا 12 سالگی ما اونجا بودیم. اون وقتی که دیار تیر میکردیم ما اونجا یک زیارت داریم به نام سرمنزل خوجه ها میگن به قریه خوجه های ولسوالی زندجان در جنوب زندجان واقع شده که اونجا یک زیارت در جوار از زیارت دیگه هم هست به نام رباط پیک و مشهوره همه مردم بلده. ما وقتی که اعدام میشد یا نوروز میشد به این سرمنزل خوجه ها همه اقارب و فامیلا و مردم قریه جمع میشدن. به اونجا برای ما تخم مرغ جوش میدادن، رنگه برای ما میدادن. یک چیزایی بود به نام زلف عروس میگفتن، چیزای رنگ و رنگ شیرینی. او بسیار برای ما لذت بخش بود، یعنی از زندگی حال او زندگی بسیار لذت بخش بود. این خاطره رو هیچ وقت ما فراموش کرده نمیتونیم. واقعا هم عید کمی زیبایی‌های همین و بازم دید و بازدیده که داشتم اقارب پدرها و بزرگا ما خانه میرفتیم باز برای ما شیرینی میدادم و دستماله اگه داشتیم داخل دستمال میکردیم. یک از خاطرها بسیار جالب دوران در این برنامه ما مطمئنم اگر ساعت‌ها ارتباط به خاطرات صحبت کنیم، ارتباط به زیبایی‌های عید صحبت کنیم بازم وقت کم میاریم، اما ناگزیریم اکتفا کنیم چون وقت برنامه کمه و باید به خیلی جاها بریم. پس همینجا اکتفا میکنیم و از دکتر سبن تشکری میکنیم. انشالله که عید به خوبی و خوشی سپری کنیم. تشکر، زنده باشیم، خوش آمدیم، خیلی خوشحال شدیم. قربان شما، زنده باشیم.